ببین حاجی جان، ونمیر با همین تفاصیلی که من گفتم، از لحاظ کشاورزی و چه میدونم صنایع دستی و نیشکر و توت فرنگی و همه جوری زمینش مثل این کلار میمونه. طبیعت خوبی داره، زیبایی. نگاه کن، نه آبندان نگاه کن، آدم واقعا آدم کیف میکنه اینو میبینی. آو آو میری اینجا چیکار میکنی؟ باز دیگه چیکار میکنی؟ آمیدی؟ سلام. خوبه؟ چی دنبال چی هستی تو؟ چی دنبال چی داری میگردی؟ چی داری؟ یه چیزایی دارم میگردم. یه چیزی داری میگردی؟ آره. یه چیزی پیدا کنی ها؟ آره. این چیه؟ چی این که کلام هیچ. من میدونم کلاه سرت افتاده. چی دنبال چی داری میگردی؟ چی بگم؟ آقا این یک فکرای دنبال گنجی؟ نه یه چیزایی دارم میگردم. آقا داداش، ما هر موقع گیر کردیم دیدیم یه مرتبه این خودش قایم منشک بازی میکنه، خودش قایم میکنه یا تو جنگل یا زیر بوته یا تو علفا. اینجا آبندونه بابا، اینجا گنج کجا پیدا میشه؟ آقا چی کنم بگو؟ من یه چیز بگم. ببین گنج پیدا کردن که کار ما نیست که. نه نقشه داریم، نه بلدیم، نه نشانه‌ها رو میشناسیم، اصلا گنجا همه رو کندن. اون شانس به ما رو نکرد بابا، ما همچین شانسی نداریم. آقا بذار کار خودم بکنم، شاید پیدا کردم. آقا چی میشه؟ خدا کنه. گنج تو همین دوربینه. ویدیو بسازیم و بریم. آقا بریم. ویدیو؟ تو کجایی؟ از صبح تا ما دنبالت میگردیم، زنگ میزنیم جواب نمیدی. نمیدونم. صبح اکسرات کنیم. اینجا اومدم گفتم بیام اینجا از این طبیعت استفاده کنم. طبیعت چیه؟ طبیعت داری همین تو علفا هستش دیگه. باید آبندون نگاه کن اینجا الان ببین. الان با قول خودت چور داشتیم، الان اینجا چند تا ماهی می‌گرفتیم. ما داریم ویدیو میگیریم. ما داریم ویدیو می‌گرفتیم دیگه. ما بان زنگ می‌زدیم. باغ رفته بودیم. از توت فرنگی فیلم گرفتیم. از مردم مسابقه کردیم. توت فرنگی هم گرفتین؟ بله. والله برام گرفتین. نه باغ توت فرنگی فیلم برداری کردیم. بریم آقا بریم. شما گرفتی همه خوردینا. نه بابا رفتینا. سمیه تو هم هست. بریم آقا. دم شما بس بریم. توت فرنگی من کجاست؟ بیا. بابا گذاشتیم تو ماشین. دم شما گم، دست شما در نکنه. بیا